هالوک دلم اینجوری راضی نمیشه. یعنی این خونه یه نظمی داره، آبجی، رنا، بچه ها، احمدم که میاد. به نظرت ما اگه میرفتیم یه خونه دیگه بهتر نبود؟ ببین گفتی عروسی نگیریم، منم قبول دارم. این خط قرمز منه هالوک. قول دادی 3 روز دیگه بی سر و صدا ازدواج میکنیم. ببین قول دادی. میدونم قول دادم باشه، اما این خانواده بزرگ میخواد و 60 ساله که پذیرایی خانواده مرتاغلو بوده. اینم خط قرمز منه. نمیدونم، تو که دخترها رو دیدم دیدی. خوشم اومد. مامان جون ببخشید اما هالوک، مامان یه لحظه میتونی بیا؟ چی شده عزیزم؟ آبجیون بازم دارن بیا عزیزم بیا ببینم. بیا اینور ببینم. برای چی اتاق بزرگه رو تو اشغال همینه که کردی؟ هست. چه خبرتونه؟ من خواهر بزرگترم، هر کاری که بخوام میکنم. واسه من حد و مرز نذار. این اتاق چرا مثلا مال تو باید باشه؟ تصمیم نگرفتن که چی میگی؟ ور وسایلمو دیگه گذاشتم، نمیبینی؟ چه خبر شده بچه ها؟ ببخشید رنا جون، من الان حلش میکنم. ببخشید. لطفا برو تو ببینم نازلی. اینطوری با حکم پلیس میرن تو. بیا تو. ما با هم دیگه چه صحبتی کردیم؟ چه قولی داده بودیم به من؟ مامان جون من که کاری نکردم، همینطوری تو اتاقم نشسته. مامان اون از پنجره میخواد فرار کنه، واسه همینم این اتاقو میخواد. تو ازمیرم که همش فرار دروغگو. پری خواهی تو ازمیر از پنجره فرار میکرد؟ شما ادامه بدین، فکر کنی من اینجا نیستم. آفرین نازلی جون، واقعا آفرین به تو. اتاقای شما. مامان اتاق من به درخت خیلی نزدیکه، میدونی که من آلرژی دارم، حالم بد میشه مامان جونم. الکی شلوغش نکن دختر. از این خواهر کوچیکتون خجالت بکشین. چند سال از شما کوچیک‌تره اما فهم و شعورش خیلی بیشتر از شما هاست. بخورنت پرنسس کوچولو. پری بده ببینم. نازلی تو خطی، تو هم شیر. وای خدایا شیر بشه. آره خب مسئله شد، تفهیم شد. نازلی اتاق مال توه. آروم از جلوی چشام دور شو. این دوقلوی من نیست، دوقلوی یه گاوه. نازلی تو هم باید از رنا خانم عذرخواهی کنی. مامان دیگه اینو بی خیال شو. یعنی میگم دوباره یادش نندازیم تا خانم ناراحت نشن. این یه دستور، خواهش نیست. همین الان میری لباساتو عوض میکنی و با هم میریم پیش رنا خانم و ازش عذرخواهی میکنی. بیا پری جون. عشقم فیلم بردار جونم، بهت 40 دفعه گفتم اینقدر فیلم نگیر، واقعا درست نیست. ملیسا جون تو 30 سالگیمون این ویدیو رو با هم میبینیم. البته این نیستن ها. برو دختر. با خواهرم کار داشته باشی میکشمت. علی تو هم یه چیزی بگو. خب چی بگم؟ ملیسا جون انشالله تولد 18 سالگی تو یه جای بهتر میگیری. دوست پسر هنرمندم، خیلی دوستت دارم، خیلی. ببوسه. بوسش کن. بیا. آقا ساواش، رنا خانم تو سالن منتظرتونه. باشه. نازلی جان بهت چی گفتم دخترم؟ مامان جون سلینا فاجعه به بار آورد، اون چرا عذرخواهی نمی‌کنه؟ چرت و پرت نگو. کار من در مقابل کار تو اصلا هم چیزی بچه ها دختر دوقلو بودن نه؟ آره بله، دوقلوی غیر همسان. چه شود؟ من شنیدم دوقلوها با هم دیگه کنار نمیان، یعنی اینطوری شنیدم دیگه. نازلی جون زود باش دخترم. به خاطر اتفاقات روز تولدتون عذر میخوام. واسه خودشون عالمی دارن. نازلی زود باش دخترم. باشه مامان. زود باش. رنا خانم، به خاطر اینکه جشن تولدتون رو به هم ریختم، به خاطر اینکه آبروی مامانم رو بردم و خاطره بدی به جا گذاشتم، معذرت میخوام. الان شد؟
به نظر من همه این اتفاقات رو بسپاریم به گذشته. خدا رو شکر که برای کسی اتفاقی نیفتاده، مگه نه؟ البته که ساواش نبود تو شاید زخمی می شدی. بیا ساواش. قهرمانت اومد خنگول. بیبر صداتو. اتاق عوض کردی؟ اونا چیه؟ عکسای دخترتن؟ تو چرا پایین نیستی؟ کنجکاو شدم شرایط خانوادت رو ببینم. اتاق دخترت که عالی شده. هر چیزی هم که مربوط به مادرم بود انداختی بیرون. تو این اتاق چیزی مربوط به مادرت نبود. چرا بود؟ مثلا اینجا یه آینه بود. برای پوشوندن کبودیای رو صورتش ازش استفاده میکرد. یادته؟ از روی تخت بلند شد. به نظرم بهتره بریم یه خونه دیگه. اینجوری هم اونا اذیت میشن هم ما. از گونش دخترش باید فاصله بگیری. نقش بابای خوب و عالی بازی میکنی. ببین پسرم، من دارم سعی میکنم عوض بشم. کورخونی. دیگه خیلی دیر شده. افتاد. ساواش تو مسافر خونه توی باغچه زندگی میکنه. چرا تنبیهش کردی؟ خودش اینجوری ترجیح داده. درسته ساواش؟ همین. و زندگی خصوصیش خیلی براش مهمه. شنیدین مگه نه دخترا؟ مزاحم ساواش نمیشین. یه جوری میگین انگار واسش میمردیم. تو ساکت باش دیگه. پیامتونو گرفتیم رهنا خانم. چشم. پیامتونو گرفتیم رهنا خانم. چشم. خنگول. اگه تموم شد میتونم برم؟ میتونی بری عزیزم. گونش جون، ما هم میریم خرید دیگه مگه نه؟ در واقع اصلا لزومی نداره. اجازه بدین جامونو پیدا کنیم. مگه میشه؟ آی مامان جون بریم دیگه لطفاً. جون من مامان، من هیچی ندارم توی عقد بپوشم. بریم دیگه مامان، التماست میکنم. زود باش دیگه، ناراحتش نکن. برای تو هم باید لباس عقد بگیریم دیگه، لازمه ها. باشه پس میریم، مشکلی نیست. خدایا شکرت. به من که ربطی نداره. باشه بچه ها، اصراری نیست، هر کی میخواد بیاد. چه خبر شده؟ خیلی رسمی پوشیدی. امروز تولد ملیساست. ببخشید یادم رفته بود. تو خوبی؟ میخوای با هم صحبت کنیم؟ خوب میشم. به زودی یه آدم تازه متولد شده میشم. اینقدر سریع حرف نزن، مردم عادی هم بفهمن چی میگی. کار ساواشو تموم میکنم. ساواشو ول کن دیگه، دست